بچه‌ها امروز برای یه دونه نمایشگاه خیلی مهم قرار بود بریم ایران مال. برای همین صبح زود بیدار شدم و شروع کردم آماده شدن و آرایش کردن. اولین کاری که باید می‌کردم این بود که برم کارگاه چوببری. روز تعطیل بود و خیلی ناامید بودم که نکنه چوببری پیدا نکنم. ولی خب از شانس خوبم یه کارگاه چوببری خیلی قشنگ پیدا کردم. وقتی رسیدم اونجا اول از همه بهشون گفتم که چه چیزایی مد نظرم هستش. با هم دیگه یه چوب روس سبک خوشگل پیدا کردیم و قرار شد که روی اون طرحی که می‌خواستم رو پیاده کنیم. طرحو به اون دوستا گفتم، برام با مداد روی چوب در آورد و بعد برش زدیم. بعد اینکه برش زدیم، سنباده زدیم، هم بغلای کارو هم روی کارو برام خیلی قشنگ سنباده زدن و چون رنگ چوب سفید بود و خام بود، یه ذره بهش شاپان زدیم که رنگ قهوه‌ای خوشگل به خودش بگیره. بعد از اینکه شاپان زدیم، بهش روغن جلا زدیم و در نهایت براق کننده زدیم تا سطحش هم براق و قشنگ باشه. همه رو چیدیم روی میز و منتظر موندیم تا خشک بشه که من بتونم بذارمش توی ماشین. حدس بزنید توی کامنت ها که این چوبا رو برای چه کاری استفاده میکنم. تا قسمت دوم فعلا.